شمشیرهای زرد، زرد طلایی و طلایی پوشان اصفهانی در سمت چپ گیرنده‌های خودتون ملاحظه می‌کنید. جا میده در محوطه جریمه. سلام صالحی عزیز و کارشناس برنامه آقای مرادی مشت می‌کنه یه بار دیگه. خط دفاعی، ضربه سر و خطا روی امید افشین. ارسال، فرصت برای بازیکنانه. ارسالی که انجام شد، ضربه سر. یه بار دیگه ارسال روی تیر دوم، موقعیت برای بازیکنان سپاهان. ارسال روی تیر اول، فرصت برای بازیکنان سپاهان. دروازه باز شد. دقیقه 28 روی یه تعلل محمد دانشگر، مدافع پیشتاخته و با تجربه سپاهان. مرور بکنیم ارسال عالی آلوز، ضربه سر علیاری، دفع کرد یه بار امید افشین. خط دفاعی باید برگردون که این کارو نکرد. اینجا بود در دهانه دروازه. محمد دانشگر 1-0 جلو میندازه سپاهان رو در آبادان. زیرنویس میشه برای شما عزیزان. تبریک به همه خوزستانی های عزیز. احمد امینزاده. ضربه که زده شد، فرصت برای بازیکنان سپاهان و خطرناک به تو زد با پای راست به این شکل. یه پشتک، پرتاب، پشت محوطه جریمه. فرصت برای بازیکنان استقلال خوزستان. تاروم ببینوندم. ضربه احمدی، پرتاب عالی میر دورقی اینجا بود. منجنیقی هست این پرتاباش. پرتاب روی تیر دوم، فرصت برای بازیکنانه. مرور بکنیم. خیلی متشکرم. همکار خوبم در واحد سیار مرکز خوزستان که به آبادان اومدن. اینجا بود با پای چپ روی تیر دوم، فرصت برای بازیکنانه سپاهانو. دستان کشیده امید افشین. خب میره وار. تو اتاق وار هست. تصمیم پنالتی نخواهد داد. با پای چپ ضربهشو میزنه. جهت رو خوب رفت افشین. گل دوم برای سپاهان توسط کاپیتان حاج صفی. در وقت‌های اضافه نیمه نخست گل دوم تلویزیونی قرار میگیرن. از این نما هم ببینید. پای چپ زد، محکم، زمینی. جهت رو خوب رفت امید افشین. یک کف گز کم آورد. تو سپاهان فعلا 4 تیم بالای جدول هستن و ضربه که میزنه ضربهشو زد با کف دست خودش. توپ رو به کرنر فرستاد. میره سمت راست، پا عوض میکنه. یه بار دیگه سانچز، علا یوسفی. ارسال، فرصت برای بازیکنان سپاهان و به 63 هست. با پای راست ضربه زده میشه. سالیان سال خودش داور بود. ضربه که زد عارف رستمی و گرفت روی اردکان که باخت از گلگهر و باعث شد صد نشین بشه. فرصت برای رستمی، به تو میزنه. موقعیت عالی. فرصت برای یکی از گل‌های استقلال خوزستان. همه چیز مهیا بود برای کم کردن یکی از گل‌ها برای استقلال خوزستان. خوب حرکت کرد. میاره سمت چپ برای نورافکن. فرصت برای بازیکنان سپاهان هست. ضربه که میزنه. شگر خوزستانی رو دیدید. فرصت برای بازیکنان سپاهانو. هفته گذشته شهرآورد اصفهان رو مساوی کرد. یه کارت زرد یه بار دیگه به خب اخراج میشه. اگر کارت دوم رو داد خیلی راحت. اینجا بود پشت محوطه جریمه. خطا
نه نیست، ادامه داره و ضربهشو زد. از موند روی این صحنه که ویترین فوتبال ما، این فوتبال لیگ برتر ما، امیدواریم زیر ساختها هم درست بشه، مثل استقلال خوزستان که حقش در اهواز بازی بکنه. 2 تا مربی خوش اخلاق